این جمله 100% حال تو رو خوب بکنه ها، اصلا شک نکن. بهت ضمانت میدم هر چی تو این زندگی باخت دادی، هر چی تو این زندگی شکستی، هر چقدر تو این زندگی حرف شنیدی، هر چقدر پشت پا برات گرفتن که با صورت بزننت زمین خوشحال باش. خب آخه مگه من دیوونم که مثلا حالم خیلی خوب باشه با اینکه یه نفر اذیتم کرده، یه نفر قلبمو شکسته، یه نفر حالمو گرفته؟ مگه مریضم، روانپریشم؟ نه بابا، خدا میگرده دنبال اون کسی که قلبش شکست. قلب حرم خداست، خونه خداست. برای ترمیم اول صاحب خونه میاد، میگرده این قلبو پیدا میکنه، نگاش میکنه، درستش میکنه. حالا درست کردن خدا چجوریه؟ کی تو رو خوردت کرد؟ کی تو رو شکوندت؟ کی پشت سرت حرف زد؟ خیلی خوب، میذاره در مقابل همون که تو رو خوردت کرد، تو رو شکوندت، بلندت میکنه، انقدر بلندت میکنه که ببین طرف بخواد نگاهت کنه کلاش از پس کلش بیفته، انگشت به دهن فقط تو رو تماشا کنه. این اولین مرحله خداست. عزت بهت میده، حال خوب بهت میده، لذت زندگی بهت میده، جوری که همون آدم برگرده بگه من چه غلطی کردم اینو اذیتش کردم، ای کاش پیشش بودم هنوز. عزیزت میکنه جلو اون کسی که تو رو خارت کرد، عزیزت میکنه جلو اون کسی که رفت پشت سر تو به تو دروغ بست، به تو تهمت بست. هیچ شکی هم نیست که خدا 100% این کار رو انجام میده، هیچ شکی نیست. میگرده دنبال اون کسی که عزتش خورد شده. تو بنده میخوای عزت بنده منو خورد کنی؟ من بهشون گفتم عزت و آبروتون دست منه، تو وقت با 4 تا کلم راجع به بنده من رفتی خرابش کردی؟ آره؟ نه، کوچه رو بنبست اومدی، تا این کوچه بنبستم من وایستادم، سرشم 4 تا ملک گذاشتم نتونی دری، یه جوری آبروتو بریزم که سرتو جلو رفیقت نتونی بالا بگیری. آبروی بنده منو نبر. از این جهت میگم برو خوش باش. 2 ماه حالت بده ها، ماه سوم خدا وارد عمل میشه.